ماه مبارک رمضان ماه حقیقت قرآنه، ماه امام زمانه، شهر الله و اقلش اینه که اگه من خبر ندارم روزی یه بار با یه توجهی که توجه دارم بگم اللهم بلغ مولانا صاحب العصر و الزمان عن جمیع المؤمنین و المؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها. خدایا از طرف همه مؤمنین و مؤمنات در شرق و غرب عالم، سهلها و جبلها، اونی که تو کوهه، اونی که تو بیابونه، اونی که تو شهره، اونی که تو روستاست، و برها و بحرها، اونی که تو دریاست، اونی که تو خشکیه، حیهم و میتهم، مرده زنده، بفرست به مولای ما حضرت بقیت الله من الصلوات و التحیات زینت عرشه. یه سلامی از طرف ما به مولامون خدایا برسون، او که هر لحظه ما رو دعا میکنه، هر بار پرونده اعمال ما به دستش میرسه برای ما گریه میکنه. اینی که من میل ندارم به سمت اینکه با او سخن بگم، برای اینکه ذهنم و دلم، چشمم دنبال چیزاییه که طول سال هست. خدا دید من طول سال این زرق و برق این دنیای دروغ، خدا روزی کنه که ما باورمون بشه دنیا فریبه و مل متاع الدنیا الا غرور. ما جدی گرفتیم دنیا رو که با هم دعوا میکنیم سرش، پرونده سازی میکنن برای هم دیگه، آبرو همو میبرن، غیبت آزاد، تهمت آزاد، به اسم چی؟ خدا میخواست ما رو سر یه مهمانی ببره تجربه کنیم که یه مهمانی هم هست اگر نخوری و نیاشامی، یه قدری چشم من دو نزنه دنبال بعضی خوردنی ها و بعضی نوشیدنی ها، شاید تمرکزی پیدا بشه، شاید توجهی ایجاد بشه.